سلام و درود فراوان خدمت دوستان عزیز و گرامی. امیدوارم حالتون خوب باشه. الشن استراتژی هستم در خدمت شما. امروز دادم با یه ترکیب جدید برای تانهال 14 کاربردی هم هست و اگه هم خواستید میتونید توی قبیله ما توی کلاش عضو بشید. قبیله ما نجفانان کهکشان هست و در قبیله بازه، میتونید عضو بشید و این چه ممنون میشم ویدیو رو لایک کنید و چنل رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش هم بزنید. خب ترکیب ما از این قرار: شما 15 دراگون برمی دارید و همون ابیلیتی های قهرمان ها رو هم اینجا مشاهده میکنید. باید همین رو بردارید و مهمتر از همه برای این قهرمان. خب حالا ترکیب ما و اکسیرها رو هم ببینید. 7 اکسیر نومرئی درسته. یه دونه اکسیر اسمش چی بود؟ یه دونه اکسیر فراخوان، همون چه میندازی از این ور برمیداره اون ور میندازی. یه دونه از اونا و 2 تا طلسم یخ. خب بریم که ترکیب با هم مشاهده کنیم. Let's go. اولین مپ که میخوام روش تست کنم ترکیب و این مپه. مپ تانهال 13 هست که مپش هم فوله. آره فکر کنم فول کامله. آره و شما نگاه یه جور اتش میزنید، قهرمان از یه طرف شما ول میکنید، نگاه از این طرف، و با طلسم نامری اونو هدایت میکنید به سمت تالار. باید مستقیم بره به سمت تالار. حالا من بقیه اینا رو نامری میکنم تا مستقیم بره سراغ تالار و منتظر میمونم به تالار برسه. چه رسید و باید نمیره، اصلا نذارید چه بمیره، کلن بندازید نمیره. خب اینجا یه طلسم وحش نمیندازیم هنوز، یه نامری دیگه و یه نامری دوباره دیگه و وقتی تالار نابود شد این اکسیر رو بندازید و بردارید از اینجا. همین راحتی تالار نابود شد و حالا باید مپ رو جمع کنید و شما کوین رو از این طرف میندازید و قدرتش رو میزنید تا نصف مپ رو کلن زونش نصف کنه زوناشونو و بعد دراگون ها رو از یه طرف ول میکنید و واردن رو هم پشت دراگون ها و همینجوری تمام قهرمان ها رو هم از این طرف ول میکنید تا بره و این بالون بزرگ رو هم از مستقیم از این ور ول میکنید تا توپخانه عقاب رو نابود کنه. خب یه ابیلیتی وحش هم اینجا میندازیم و یه یخ ها رو هم برای لیزرها نگه میداریم که خیلی قوی هستن و قدرت واردن رو اینجا میزنم تا اینا رو نابود کنه. آها و به همین راحت که دارید مشاهده میکنید مپا جمع کردیم به راحتی. این ترکیب بسیار کاربردیه و شما میتونید راحت مپا جمع کنید. قدرت نگاه هنوز قدرت بربر هم موند، استفاده نشدم. این از مپ اولی بود که ترکیب را روی این مپ امتحان کردیم. حالا میرم سراغ مپ دومی تا ترکیب روش امتحان کنیم. خب مپ دومی برای تست ترکیب این مپه و شما همیشه مواظب باشید که همیشه تانهال حریف گوشه های مپ باشه، یعنی درست وسط مپ نباشه چون این ترکیب برای وسط مپ خوب نیست. و روی این مپ هم میخوام تست کنم با توضیح. همینطور که گفتم قهرمان از این طرف ول میکنم و با اکسیر طلسم نامری اونو به سوی تالار هدایت میکنیم. خب به تالار رسی باید ازش مواظبت کنیم تا تالار رو نابود کنه. خب داره همین کارو میکنه، تالار رو داره نابود میکنه و هنوزم مثل طلسم نامری بازم دارم که میخوام استفاده کنم دوره های تالارم یکم نابود کنیم. ولی وقتی جونش جمع شد قهرمان از روی زمین بردارید و برید سراغ بقیه مپ. همینجور از گوشه مپ کوین رو ول میکنیم، قدرتشو میزنیم. آها نصف مپ رو برد. خب
و از یه طرف دراگون ها رو ول میکنیم همراه واردن و بربر. این دفعه نیروی کمکی نیاوردم، به خاطر همین از این دستگاه استفاده میکنم. یه اکسیر تلسم اینجا میندازم و قهرمان برداشت شده رو میذارم زمین. یه اکسیر نامری اینجا میندازم و خب ببینیم نتیجهش میشه. یه اکسیر تلسم اینجا دوباره. باید قدرت واردن رو نه هنوز زوده. قدرت واردن رو باید وقتی به وسط رسیدیم بزنیم. الان قدرت بربر رو میزنم تا اینجا رو نابود کنه. ها عالی داره پیش میره. نصف مپ رفته. قدرت واردن رو باید الان بذار ویزارد تاور اینا رو بزنه. زد. قدرت واردن رو میزنم و تمام. مپ رو جمع میکنه به همین راحتی. بدون نیرو کمکی هم میتونید مپ رو جمع کنید به همین راحتی. به همین راحتی مپ جمع شد. و این یه ترکیب اولی بود. خب یه حمله دیگه میزنم تا شما کاملا متوجه ترکیب ما بشید، تا شما هم بتونید راحت 3 ستاره بزنید. همینطور که معلومه باید شما قهرمان از این طرف ول کنید و ساپورت کنید تا بره به تالار برسه. امیدوارم که بتونه برسه. فعلا اینجا مهم نیست ساپورت کنم، وقتی جونش کم شد ساپورت میکنم. خب الان وقتشه. ساپورت این ور و این ور یه ترس نامریه و مستقیم میره سراغ تالار فکر کنم. وای رفتم. متاسفانه تالار در حال تعمیره، به خاطر همین این قهرمان فقط هجوم کنندگان رو میزنه. به خاطر همین با تالار رو نزد، ولی فعلا دور تالار رو خالی میکنم تا راحت بتونن تالار رو بزنن. خب قهرمان رو بر میدارم و از اون طرف یه کوین رو ول میکنم. کوین بیاد. قدرت کوین رو این وسطی رو میزنم. به تالار فکر کنم نخورد. اوکیه. و اینجا یه استرس یخ میندازم تا کوین نمیره. دراگون ها رو از این ور ول میکنم کلا. واردن هم همینطور و دوباره تلسم یخ. بربر و این قهرمان رو دوباره میندازم از این ور برن و بالون ها رو از این طرف ول میکنم تالار رو بزنن. تلسم وحشم میندازم این وسط راحت بتونم بزننش. به همین راحتی. و بعد قدرت واردن رو میزنم. قدرت بربرم که هنوز نیاز نیست ولی میزنم چون دیگه داره مپ داره تموم میشه. مپ رو کامل زدیم و به همین راحتی 3 ستاره میگیریم. به همین راحتی. و تمام. و اینم از آخرین اتک ما بود برای نشان دادن ترکیبمون. ممنون از شما که ویدیو رو تا آخر دیدید و از ترکیب لذت بردید. ممنون که ویدیو رو لایک میکنید و منو حمایت میکنید. درسته لایک های شما زیاد نمیشه ولی هر یه دونه لایک شما به من خیلی انرژی میده تا براتون ویدیو بسازم. خب ممنون از شما. تا ویدیوهای بعدی و ترکیب های جدید و عالی. خدا نگهدارتون.